عزیزان دل سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم سراغ یه آموزش دیگه، یه آموزش کاربردی دیگه از کتابخونه های پایتون. آموزشی که قرار الان داشته باشیم در ارتباط با تبدیل وایس به متن هست. شما مثلا توی جلسه توی یه کلاس مجازی یا آنلاینی هستید و مثلا ندارید نکته برداری کنید، نوت برداری کنید، میاید این اسکریپت رو خیلی راحت اجرا میکنید و وایستون رو تبدیل به متن میکنه و میتونید ازش بعدا استفاده کنید. خب 4 تا کتابخونه لازم داریم که من این بالا ایمپورتشون کردم. مراحل نصبشون به این شکل با استفاده از پیپ اینستال نصبشون میکنید. من قبلا نصبش کردم و اینم توضیح بدم که کد یه خورده زیاد بود، تایم ویدیو گرفته میشد. من قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم نوشتمشون و فقط توضیحشون میدم. خب ساوند دیوایس برای گرفتن صدا و وایس هستش از کاربر. ساوند فایل برای ایجاد فایل وایس هستش. سرچ ریکگنیشن برای اسپیچ ریکگنیشن برای این هستش که ما این وایس رو تبدیل به تکست کنیم، تبدیل به متنش کنیم. و نامپای هم برای تبدیل داده های عددی به داده های نوع دیگه ای هستش، حالا هر نوعی که بخوایم. خب ما اینجا میایم از کاربر یه وایس رو میگیریم با استفاده از اینپوت استریم. حالا یه سری ورودی داره که زیاد مهم نیستن، این مثلا سرعت صحبت کردنمونه، اینم چند عددشه. کالبک مهمه که وقتی که ما ببین اینجا که حرف نزدیم یه دیتایی رو میفرسته به سمت فانکشن کالبک. این فانکشن کالبک صدا زده میشه. با استفاده از این دیتا ما این دیتا رو کپی میکنیم توی رکورد چانکس که این لیست هستش. این لیست بعداً ازش استفاده میکنیم و حالا تبدیلش میکنیم به یه فایلی. خب الان ما اینو از کاربر میخوایم که وایسش رو وارد کنه. وایس رو که وارد کرد میگیم که اگه اینتر رو وارد کنیم این برنامه متوقف میشه و وایس تبدیل میشه به تکست و این کار رو با استفاده از اینپوت انجام میدیم. مورد بعدی اینه که ما دیتا رو لازم داریم که من وصل کنیم. الان توی یه لیست این دیتا رو داریم. ما با استفاده از متد کانکتنیت توی نامپای میایم این دیتا رو تبدیل میکنیم به یه دیتای وایس و این دیتای وایس رو با استفاده از این ماژول ساوند فایل و با استفاده از متد رایتش به صورت یه فایل وایس در میاریم با این اسم و حالا فرمتش هم که فرمت ثابت وایس هستش. ما این رو ایجاد میکنیم. حالا نوبت کار اصلیمون هستش. کار اصلیمون تبدیل وایس به متنه. با استفاده از این آبجکت از در واقع اسپیچ ریکگنیشن ما این کار رو انجام میدیم. یک آبجکت ازش میسازیم. این آبجکت ما با استفاده از یه ریکورد میایم این رو تشخیص میدیم، این صدا رو تشخیص میدیم، داخل آدیو قرارش میدیم. آدیو رو میدیم به متدی به اسم recognize گوگل که از طریق گوگل میاد این رو تبدیل به متن میکنه و این متن رو به ما برمیگردونه. ما داخل این متغیر قرارش میدیم و در نهایت ما یه متنی رو داریم که داخل این متغیر قرار میگیره. اما مرحله بعدی اینه که ما اینو داخل یه فایل تکست قرارش بدیم. با استفاده از اوپن ما میایم یه تکستی رو باز میکنیم. یه فایل تکست که باز شد در ادامه اون تکست اینو مینویسیم. این متد که اینجا قرارش دادیم، این مودی که قرارش دادیم برای نوشتن در ادامه اون فایل هستش و این کدش هم که UTF-8 قرار میدیم. چرا؟ چون ما داریم فارسی حرف میزنیم و ممکنه کلمات فارسی استفاده کنیم و بتونه تشخیصش بده به این شکل. و بعدش این فایل رو ما داریم که متد رایتش رو اگه صدا بزنیم و تکست رو بدیم بهش در ادامه اون فایل میاد متن رو مینویسه. حالا یه بک اسلش ان هم اضافه میکنیم به هر خط که بعد از هر بار نوشتن بیاد یه فاصله خطی برامون اضافه کنه. بریم اجراش کنیم ببینیم چطوری کار میکنه. خب میگیم پایتون main4.py اسم فایلمون. سلام، چطوری؟ امیدوارم که حالت خوب باشه و درست کار کنیم. میبینید که یه فایل وایس ایجاد شد.
فایل وایس که ایجاد شد ذخیره‌اش هم کرد. حالا یه فایل تکست هم ایجاد شده. فایل تکست می‌بینید که تکستمون رو بهمون داد. سلام چطوری؟ امیدوارم کارت خوب باشه و درست کار کنی. دقیقاً همون چیزی که ما گفتیم رو برامون نوشت و به خوبی کار کرد. خب دیگه امیدوارم دوست داشته باشید این ویدیو رو و ما رو لایک، سابسکرایب و معرفی کنید به دوستاتون. الان که شبتون خوش. خداحافظ.